محمدی یک منبع نزدیک به احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به خبرگزاری فورس گفته است آوازه‌ها درباره افغانستان را ترک کردن احمد مسعود حقیقت ندارد. احمد مسعود به گفته قاسم محمدی کشور را ترک نکرده است. او از گفتن مشخصات مکان رهبر مقاومت خودداری کرده تنها همین قدر گفته است که وی با دره پنجشیر در تماس است. این شرح و ایضاح درباره مکان بود و باش احمد مسعود در حال است که چند روز باز در ذهن بسیاری‌ها این سوال چرخ میزند که رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان کجاست؟ بار آخر او در مسعر عام روز 4 سپتامبر در یک ملاقات با فرماندهان جبهه مقاومت و بزرگان پنجشیر ظاهر شد و گفته بود که تا 9 سپتامبر کابل را از دست طالبان پس خواهد گرفت. اما کار رنگ برعکس گرفت و جنگیان طالبان بخش اعظم دره پنجشیر آخرین ولایت خارج از نظارت این گروه تندرو با شمول همه نقطه‌های بزرگ اهالینشین این ولایت و حتی آرامگاه احمدشاه مسعود پدر احمد مسعود را اشغال کردند. آخرین مطلبی که احمد مسعود در اینترنت گذاشت پیامش از روز 6 سپتامبر در پی تصرف پنجشیر از سوی طالبان بود که در این پیام رهبر جبهه مقاومت همه را به قیام مردمی به ضد طالبان دعوت کرد و عهد سپارید که به مبارزش به ضد طالبان ادامه خواهد داد. ولی این پیام صدایی بود و معلوم نبود که آیا در کجا ثبت شده است. قریب یک هفته خاموشی احمد مسعود به آتش آوازه‌ها درباره کجا بودن او روغن بیشتر ریخته است و این گمانها را به وجود آورده است که شاید او الکی ترک افغانستان کرده باشد. از جمله این فرضیه بیان می شود که گویا احمد مسعود روز یکشنبه گذشته 5 سپتامبر همراه با امرالله صالح معاون اول پرزیدنت افغانستان که او خود را پرزیدنت اعلام کرده است به دوشنبه فرار کرده است. گنرال ظاهر اکبر سفیر افغانستان در دوشنبه اخیرا اعتراف کرد که امرالله صالح برای چند روز از دوشنبه بازدید کرده بود ولی به گفته سفیر باز به افغانستان برگشت. اما او آوازه‌ها درباره ترک افغانستان کردن و به تاجیکستان آمدن احمد مسعود را شدیداً رد کرده بود. پنجشیر آخرین ولایت از 34 ولایت افغانستان بود که سلطه طالبان را نپذیرفت. در اینجا بر رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود به ضد طالبان جبهه مقاومت ملی تشکیل شد. طالبان بعد اینکه مسعود خوردی پیشنهاد کرسی در حکومت آنها را نپذیرفت مذاکرات را با پنجشیری‌ها بست و در پایان ماه آگوست به حمله گسترده مسلحانه به این ولایت شروع کردند. نمایندگان جبهه مقاومت ملی میگویند هرچند نیروهای طالبان با کمک هواپیماهای جنگی پاکستان به وادی پنجشیر وارد شدند ولی دره‌های کوهستانی این منطقه در دست نیروهای مقاومت باقی مانده است. احمد مسعود سال 1989 در خانواده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به دنیا آمده است. او 12 سال داشت که پدرش را جنگیان شبکه القاعده در یک حمله مسلحانه کشتند. احمد مسعود در اکادمی حربی ساندرهرست بریتانیا و سال 2012 تا 2015 در فاکولته تحقیقات حربی کالج پادشاهی لندن تحصیل کرده. سال 2016 رشته سیاست بین المللی دانشگاه شهر لندن را ختم کرده است. او سال 2016 به افغانستان برگشت و رهبری صندوق احمدشاه مسعود را بر دوش گرفت. بعد تصرف کابل از سوی طالبان احمد مسعود جبهه مقاومت ملی را تشکیل داد.